یه دنیای بی نهایت سازد چی دلت خواست. تو مایلند همه چی دست ماست. درود بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه ویدیو دیگه از کانال مایلند خوش اومدین. امروز قراره که با ویدیو امروز قراره که خونه مخفی بسازیم. خونه مخفی میخوام بسازیم. خونه مخفی من دوستم اینجا بسازم. یه خونه مخفی میخوام بسازیم که همه چی داره دیگه، استخر داره، قشنگ یه خونه خیلی خفنه که میخوایم بسازیم. که من دوست داشتم این پایین درست کنم، اینجا خونه مخفی درست کنم که یه جورایی مخفیگاه هم بتونه بشه، خیلی باحال میشه. خب من میخوام بکنم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46. من اینقدر دوست داشتم. من حالا بستگی به خودتون داره، شما هر چقدر که دلتون بخواد میتونین بکنین. حالا من اینقدر دوست داشتم بکنم که به نظرم خوبه. به عنوان خونه مخفی خیلی مخفیه. اینجاشو باید بکنیم. حالا شما هم میتونین این سنگ و اینا رو وردارین یه چیزای خوب بذاریم، ولی من دوستم همین سنگا باشه. بستگی به خودتون داره ساخت خونه. من دوست دارم کف و حالا دوست دارم من یه چیز دیگه بکنم. دوست ندارم من کف همین اینجوری سنگ اینا باشه، چون اگه سنگ باشه خیلی زشت میشه. اگه همین کف هم سنگ باشه واقعا زشت میشه. پس بخاطر من اونو نمیذارم. کف من از این بلاک استفاده میکنم یا نه یه بلاک دیگه هست از این. آها آره همین عادیه. من دوستم زمین این کف و من دوستم این اینجوری بکنم. سایز خونم چون خونه مخفی نمیستم خیلی بزرگ باشه، به خاطر همین دوستم اینو چند تا عقب‌تر هم برم، چون که اینو چند تا عقب‌تر هم برم خیلی بهتر میشه. فکرم خوبه. حالا شما هم میتونید هم کوچیک درست کنین هم بزرگ میتونید درست کنین، یا مثلا مخفیگاه که مخفیگاه این خونه مخفیه دیگه، مثلا اون مخفیگاه و ایناست. و اینکه بچه این 2 پارت که به خاطر اینکه ویدیو طولانی نشه من 2 پارت گذاشتم. به نظر من خوبه دیگه 2 پارت کافیه. فعلا من چیدمانشو نمیذارم. من فقط خونه رو درست بکنم آماده میکنم که تو پارت بعدی من میخوام چیدمانشو بذارم. الان نمیذارم.
که الان و بچه پارت بعدی هم من میخوام یه بازی دیگه بذارم. ماینکرافت نیستش، ماینکرافت نداریم، ولی یه بازی ایرانیه من پیدا کرده بودم. گیم پلیش عین جی تی ایه، عین جی تی ای تو گوشیه، ولی حالا گیم پلیشو براتون میذارم، فردا براتون میذارم گیم پلیشو. خیلی بازیه اصلا عجیب غریبیه، من خودم واقعا اصلا موندم، انقدر بازی عجیب غریبیه. به نظر من دیوار بزنیم بد نمیشه. دیوارها به نظر من بکنیمشون طلا خوب میشه. که فعلا این زمینه رو بسازم، میرم سراغ دیواره ها که من میخوام نصف دیواره ها رو بسازم، نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم که همه اینا دیگه بره توی پارت بعدی. دیواره ها رو من نصفش رو میسازم. و اینکه بچه ها من دوست دارم اتاق خوابا جدا باشه، یعنی اتاق خوابم بسازم که به نظرم خیلی باحال میشه اتاق خواب داشته باشم. و اینکه من دوست دارم اینجا استخرم بسازم. توی پارت بعدی من میخوام استخرم بسازم، یه اتاق استخرم میسازم که خیلی دیگه خفن بشه. و اینکه بچه شما میتونین استخر نذارین، شما میتونین چیزای دیگه بذارین. و اینکه اگه خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنین، چون که من هر روز دارم برای شما آموزش‌های خوب ماینکرافت میذارم. حتما لایک کنین و اینکه سابسکرایب هم فراموشتون نشه، چون سابسکرایب هم کنین خیلی به من کمک میکنه. و اینکه کامنت انگلیسی هم حتما بذارین، کامنت انگلیسی خیلی تاثیر داره، چون اگه کامنت انگلیسی نذارین احتمال داره حسابتون بپره. و اینکه حتما کامنت انگلیسی هم بذارین، عشق منین. خب این از کف خیلی خوب شد. من همونطور که گفتم یه ذره این دیوارا رو درست میکنم که بعدش بره برای پارتای بعد. این خوبه، این طلا خوبه، شاید یه درجه. بچه من دوست دارم
این دیواره اینجا طلا باشه، دیوار روبروی دایموند باشه، به نظرم جالب میشه. من که بچه ویدیوی بعدی همونطور گفتم یه بازی ایرانیه. بعد اون بازی ایرانی که اونو ساختم تموم شد، من میخوام براتون همین پارت دوم اینو بذارم و اینکه رسیدیم به پایان ویدیو. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. همونطور قبلا هم گفتم اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین، زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنین روی آل که هر وقت ویدیو گذاشتم اولین نفری باشین که بیاین ویدیوی کانال مایلند رو ببینین. عشق منین. بدرود.